بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زندگانی از ارجمند بیاید باز در سفره قرآن لحظه بشینیم، لحظه با هم از این سفره مبارک غذای روحی و غذای معنوی برداریم. امام بیهقی در شعب الایمان و امام ابو داود در کتاب زهد، اینچنین امام طبرانی در معجم اوسط از یک تابعیان به نام عبیدالله بن حسن روایت کردند که كان الرجلان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا التقيا وأرادا أن يفترقا قرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخره ثم يسلم أحدهما على الآخر. این تابعی بزرگوار میگوید صحابگان چنین عادت داشتند که چون با هم وامی خوردند ملاقات میکردند و چون از هم میخواستند جدا شوند یکی به دیگری سوره والعصر را تا به آخر میخواند، سپس سلام داده خداحافظی کرده جدا می شدند. بیاید از خود بپرسیم که این ابرمردان بزرگ که در تربیه پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مکتب بزرگ انسانی و ایمانی به وای رسیدن چرا این عادت را داشتند؟ چرا برای یکدیگر سوره والعصر می خواندند؟ محض از میان همه سوره ها یا علی الاقل از میان سوره های کوتاه قرآن سوره والعصر را برای یکدیگر تلاوت میکردند. امام فخر رازی میگوید گمان نکنید که این تلاوت برای تبرک بود. تبرک گفته یعنی برای برکت این آیات یکدیگر را شوف کرده از هم جدا، نه، برای این میخواندند که این سوره با همین کوتاهیش که عبارت از 3 آیت است تمام تعلیمات دینی مبین اسلام را فرا گرفته است. از بزرگی محتوای این سوره این عادت میان صحابگان در عمل آمده بود، به وجود آمده بود. پس صحابگان که شاگردان این مدرسه بزرگ مدرسه اسلام هستند و امامان و پیشوایان همه مسلمانان، باید از عادت آنها نیز آموزیم و خود را به آنان مانند نماییم. گرچه در هر ملاقات نیز سوره والعصر نخوانیم، باید بالای این سوره تأمل و تدبر نماییم، معنای این سوره را آموزیم. ترجمه ها هست، تفسیرها به هر زبان فراهم است و قرآن را خداوند برای این نازل کرده که بندگان به آن تدبر کنند، معنای آن را بفهمند. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، گفته کتاب است مبارک و تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبر نمایند، تفکر کنند. پس بیایید در این سوره امروز تدبر نماییم، بیندیشیم. آنگونه که گفتیم از سوره های کوتاه قرآن ولی از سوره های شامل ترین است از نگاه معنا. حتی امام شافعی در تحسین و ثنا به این سوره میگویند لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لکفتهم، اگر خداوند عزوجل به بندگانش بجز این سوره هیچ دلیلی هیچ حجت دیگر نازل نمود همین سوره برایشان کافی بود. امام مفسر دیگر حمیدالدین فراهی هندی، این امام نکته سنج مفسر بزرگ اسلام میگوید فعلم ان سوره العصر من اکبر جوامع الکلم، میگه سوره عصر از بزرگترین جوامع الکلم است. جوامع الکلم یعنی جمله های کوتاهی که در خود یک جهان معنی دارد. این هم از خصوصیت اعجاز قرآن است. با جمله کوتاه حتی با یک کلمه یک جهان معنا را افاده میکند. علامه مفسر امام طاهر بن عاشور در تفسیر تحریر و تنویر نیز میگویند انها شملت جمیع علوم القرآن، این سوره همه علوم قرآن را فرا گرفته است. پس سری این عادت در میان صحابگان موجود بودن همین است، یعنی این سوره دستور کامل زندگی است، یعنی شکل مختصری همه قرآن است. آنگونه که مفسران این امامان گفتند یعنی همه تعلیمات الهی در زیر این کلمات این سوره نهفته است. هر که تدبر کند هر بند آن به قسمی از تعلیمات اسلام دلالت میکند و پر این سوره همه تعلیمات و اعتقادات و اخلاق اسلام را در بر گرفته است. سوره مبارکه عصر از سوره های مکی است، یعنی پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، زمانی که
فرستاده خدا علیه السلام در مکه قرار داشتن نازل شده. در ترتیب قرآنی بعد سوره الحاق قرار دارد. سوره های قرآن بین خود مناسبت یا علاقمندی دارند. امامان گفتند چون در سوره الحاق خداوند عزوجل بیان کرد که انسان گاها از پشت تفاخر به مال و اموال دنیا، از پشت فخر فروشی، از پشت منمنی کردن به دارایی‌های دنیا از آخرت غافل می شود. در این سوره بیان گشته است که کدام نوع انسان‌ها از این تفاخر و تکاسر، از این هلاکتی که در آن سوره اشاره شده میتوانند نجات یابند، میتوانند رستگار شوند. یعنی در سوره الحاق صفت ذمیمه‌ای که در اکثر طبیعت بشر موجود است بیان شده، تکاسر به مال و اموال و غفلت از یاد آخرت. در این سوره تعلیم و یا برآمدن از این بیماری و رها شدن از این مشکلی که چگونه میتوان از زیان تکاسر و تفاخر و از زیان بیخبری و غفلت از یاد آخرت راهش چیز، به کدام راه میتوان رها شد و از این ورطه و مهلکه نجات یافت. تعلیمش در این سوره آمده. این سوره های قرآن بنابراین ترتیبش با هم علاقمندی زیج دارد. هر سوره مبارکه قرآن دوستان عزیز خصوصیت‌های خاص خود را و مقصدهای اساسی دارد. مقصدهای سوره والعصر را میتوان در این چند بند خلاصه کرد. مقصد اولش بیان راه سعادت در دنیا و رستگاری در آخرت در این سوره بیان گشته. راه سعادت، خوشبختی در حیات دنیوی و راه رستگاری و کامیابی در آخرت. چه مقصد بزرگی، مقصدی همه مقصدها که هر کسی میخواهد در دنیا سعادتمند باشد و در آخرت رستگار گردد. این مقصد یا راه به این مقصد رسیدن در این سوره بیان گشته. مقصد دوم که ایمان داشتن به خدا و به روز آخرت اساس همه عملهای نیک است و همه عملهای صالح ثمره ایمان است. هر که ایمان ندارد هیچ خیری از او صادر نمی شود، هیچ خیری از او نمی براید. اصل و ریشه همه نیکی ها ایمان داشتن به خداوند است. هر کی به پروردگارش، به خالقش ایمان ندارد هیچ خیری در او نیست. مقصد دیگری سوره این است که هر کی به خدا کافر است زیانکار است. به هیچ وجه به خوبی، به نیکی، به پیشرفت، به هیچ دستاوردی نمی رسد. گرچند ظاهرا بعضا و بعضی دستاوردها نایل می گردند، اما دستاوردهای فانی، لحظه‌ای، از بین می رفتگی است. بنابراین ایمان اساس همه نیکی ها، اساس همه خوبی ها و شرط سعادت در آخرت است. مقصد دیگری سوره اهمیت دعوت دیگران به سوی تعلیمات اسلام. در این سوره مبارکه این مقصد بیان گشته که دعوت مردم به سوی دین، به سوی شریعت از بزرگترین عملها، از اساسهای بزرگ اسلام است. نباید این عمل کاسته گردد، نباید این عمل در جامعه یعنی فراموش شود، نباید جامعه از دعوتگران خالی باشد. وظیفه جامعه است تا میان مردم دعوتگران بسازد و مهیا کند. بله این فرض کفایی است که هر جامعه باید احساس مسئولیت را کند. اگر دعوتگری ندارند، اگر دانشمندی اسلامی ندارند که حلال و حرام خود را بپرسند، نماز آنها را خواند، برای آنها از شریعت بیان کند، قرآن را برای آنها تفسیر و توضیح دهد، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را برایشان شرح کند. چون این شخص اگر جامعه، دهه، محله ندارد، همه اهل آن دهه مقصرند نزد خدا، اهل کوتاهیان. باید این گونه شخص را بسازند، داشته باشند. در این سوره بیان گشته اهمیت دعوت یکدیگر یا دعوت مردم به سوی دین اسلام، به سوی احکام شریعت. اینچنین در سوره فضیلت صبر نمودن بیان گشته که صبر صفت مؤمنان است و در راه طاعت و یا دوری از معصیت باید انسان صبر داشته باشد، چون که تعلیمات دین شکستن خواهشات نفس است، به صبر نیاز دارد. این چنین دوری از معاصی، دوری از لذت ها و شهوت ها صبر و استواری می خواهد. بنابراین در این سوره صفت صبر، فضیلت صبر بیان گشته. این چنین مقصد دیگری سوره این است که اشاره کرده هر کی در راه طاعت و ایمان است و این چنین در راه دعوت است حتما سختی ها میبیند، چون که جنت حفت بالمکاره گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. بهشت اطرافش همه سختی هاست،
از اون سختی ها کس گذرد بعد به جنت میتواند برسد. در مقابل گفتن و النار حفت بالشهوات، اطراف جهنم همه شهوات است، همه لذت است. هر کی زمام نفس خود را ندارد، لجام خود را نگیرد و نفسش به همه شهوت و لذت این دست زند، حلال و حرام را یکسان پامال کند، حدودی برای خود نگذارد، این همه لذت ها و این همه خوشی ها او را به جهنم میبرند والعیاذ بالله. اما هر کی خود را اداره کند، هر کی خود را باز دارد و هر کی صبر را در طاعت خدا و در ترک معصیت ها، محروم ساختن نفس، هوا و هوس از خواسته هایش صابر باشد، این راه جنت است. الجنت حفت بالمکاره. در این سوره مبارکه توصیه به صبر شده و اینکه راه دعوت و عموما راه انجام طاعت و عبادت صبر و شکیبایی میخواهد. خداوند عزوجل فرموده بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر. در تفسیر عصر مفسران نظرهای گوناگون دارند. کلمات قرآن چنین است، مثل در و گوهر است، از هر طرف می درخشد. به هر معنای اگر معنی داد کرده شود معنای بزرگ است. بعضی ها گفتن منظور نماز عصر است. خداوند به نماز عصر قسم یاد کرده چون که این نماز از بین همه نمازها فضیلت خاصه دارد. در وقت سیرکاری مردم در آخر روز است، بنابراین اکثر مردم میتواند در این نماز سهلنگاری کنند، این نماز از اونها فوت شود. خداوند بیان این فضیلت نماز را به قسم یاد کردن به این نماز بیان نموده، اونگونه که در آیه دیگر حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى خداوند تاکید کرده نمازها را محافظه کنید و خاصتا نماز وسطا، نمازی که در میان است. مفسران گفتن منظور نماز عصر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر کی نماز عصرش از او فوت می شود فکأنما وتر اهله و ماله، آنگونه است که همه اهل و خاندان و مال و همه داراییش از دست رفته. خسارت نماز عصر قضا شدن برابر با این است که انسان همه چیزی که دارد، مال و ملک و دنیا و فرزند و خانه و هر چی که دارد از بین رود، از دست او رود، برابر به همین است. تفسیر دیگر این است که منظور از عصر یعنی وقتی بیگاه روز است، وقتی که نماز عصر خوانده می شود. یعنی به این تفسیر خداوند به وقت قسم یاد کرده، به خاطر شرف وقت، به خاطر اهمیت وقت، که وقت هستی انسان است، وقت سعادت انسان است. اگر از وقتش خوب استفاده کند رستگار می شود، اگر وقت را ضایع کند خودش را ضایع کرده. بنابراین خداوند عزوجل به وقت قسم یاد کرده، به وقت بیگاه. تفسیر دیگر این است که عصر یعنی یک قرن، قسم به یک قرن که در یک قرن یعنی چقدر حادثات رخ می دهد، چقدر یعنی دولت ها بنیاد می شود، دولت های از بین می رود، چه کسانی از هستی به نیستی می روند و چه کسانی از نیستی به هستی می آیند. یعنی قدرت خدا تجلی می یابد شخصی که اگر به چشم بصیرت نگرد در یک عصر چقدر عبرت هاست. بنابراین خداوند به عصر قسم یاد کرده، یعنی به یک قرن. مفسران دیگری گفتن منظور از عصر اینجا عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم است، عصر اسلام. عصر اسلام یعنی عصری که در آنجا مردم به دو گروه جدا شدند، دو گروهی که اینجا سوره به آن دو گروه اشاره میکند. عده‌ای به این رسالت ایمان آوردند رستگار شدند و عده‌ای این رسالت را نپذیرفتند از اهل خسارت شدند. بنابراین منظور از عصر این قرن پیامبر علیه السلام است. قسم به عصر. خب جواب قسم چیست؟ جواب قسم ان الانسان لفی خسر. هر آین انسان، همه جنس انسان در خسارت است. همه جنس انسان در زیان است، زیانکار است، بجز کسانی که صفتهای زیرین را دارند. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر کسانی که در خود این چهار خصلت را دارند: ایمان، عمل صالح، دعوت کردن یکدیگر به راه حق، به اسلام، به شریعت اسلام و صبر پیشه نمودن در این راه. هر کی این چهار خصلت را دارد از دایره زیان دیدگان، از دایره خاسران بیرون است. اما هر کی این چهار خصلت را ندارد از جمله زیان دیدگان است. هر قدر از این خصلت ها کمتر داشته باشد آنقدر زیان دارد. البته اصل ایمان است، ایمان نباشد البته که حتما در زیان است. اما وقتی خصلت ایمان باشد، از این خصلت ها کاسته باشد، به درجه کاسته بودنش در این خصلت ها
حصه از خسارت و زیان را دارد. بنابراین این 4 خصلت اساس سعادت در دنیا و اساس رستگاری و شرط رستگاری در نزد خداوند است. ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. ایمان در اسلام، در شریعت ما باوری و ایمان چیزی نظری نیست. انسان باید با تصدیق باطنی، با اینکه به خدا باور دارد، با اینکه قرآن را کتاب خدا می شمارد، پیامبر را فرستاده خدا می داند، باید عملها داشته باشد. نماز خواند، روزه گیرد، اگر مالدار است زکات پرداخت کند و اگر شرط حج برای او فراهم است باید حج خانه خدا کند و دیگر تعلیمات دین، یعنی باید عمل کند. عملهای داریم در شریعت که یعنی از ایمان جدا نیست. هر کجا قرآن آمنو گفته عمل الصالحات همراه کرده، ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. بنابراین خصلت اول ایمان، خصلت دوم عملهای نیک انجام دادن، خصلت سوم بی‌طرف نبودن در جامعه. من به دیگران چی کار دارم گفتن، این برخلاف تعلیمات این سوره است. باید انسان التواصی بالحق، یعنی دیگران را به حق فرا خواند، بی‌طرف نباشد. اگر منکری ببیند باید پیش راه منکر را گیرد، یا به دست یا به زبان یا به قلب، به یک شیوه باید پیش راه منکرات و کارهای زشت را گیرد و باید به هر شیوه نیک به سوی کارهای نیک مردم را فرا خواند. و این وظیفه تنها خطیبان و یعنی داملاها و دعوتگران نیست، این وظیفه هر مسلمان است که خواهد از خسارت بیرون شود. وظیفه هر مسلمان است که یعنی میخواهد با این صفاتی که در سوره عصر آمده متصف باشد. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بعد این در این راه باید صبر داشته باشد، چون که وقتی دعوت میکند کس البته که به تهمت و به بهتان و به آزار و اذیت نیست. این راهی است که حتما چیزی در پیامدش دارد، ولی ثمره‌اش، ولی نتیجهش، ولی مکافاتش در نزد خداوند بزرگ است. خدا کند که به صفاتی که در سوره عصر بیان شده متصف گردیم و خود را در این برنامه کامل زندگی، برنامه ایمانی و قرآنی، یعنی در چارچوبه این تعلیمات خود را بسازیم. به امید دیدار در حفظ و امان خداوند باشید.